خبرگزاری روسی تاس با تکیه به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که سال 2021 در روسیه به مهاجران 2,221,826 پتنت برای فعالیت کاری فروختند. از این شمار 95% یا بیش از 2 میلیون پتنت را مهاجران از ازبکستان و تاجیکستان، دو کشور اساسی مهاجرفرست آسیای مرکزی گرفتند. قرقیزستان باز یک منبع دیگر ارسال نیروی کاری از آسیای مرکزی به روسیه عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا است و به مهاجرانش برای کار در روسیه گرفتن پتنت لازم نیست. بر اساس آمار وزارت کارهای داخلی روسیه سال گذشته شهروندان ازبکستان در روسیه 1,316,569 پتنت گرفتند که این تقریبا 60% از جمع پتنت های داده شده در روسیه را تشکیل میدهد. در جای دوم شهروندان تاجیکستان ایستادند که در طول سال 2021 در روسیه 787,000 پتنت گرفتند. این بیش از 35% از جمع پتنت های داده شده در یک سال آخر است. برای سه کشور دیگر که شهروندان آنها نیز حق با پتنت در روسیه کار کردن را دارند، همگی 5% باقی مانده پتنت ها راست می آید. شهروندان آذربایجان در یک سال 65,000، شهروندان اوکراین 37,000 و شهروندان مولداوا همگی 17,000 پتنت گرفتند. در عموم در سال 2021 شماره پتنت های به مهاجران داده شده در روسیه نظر به سال 2020 که پاندمی افزایش گرفته بود قریب 2 مرتبه افزوده است، ولی این باز هم نظر به سالهای تا پاندمی خیلی کمتر است. نرخ پتنت در ولایت‌های روسیه خیلی فرق می‌کند. پتنت از همه ارزان 2237 روبل در یک ماه سال گذشته در چچنستان بود و از همه گرانش 10,063 روبل در جمهوری یاقوتستان. سال 2022 اکثر منطقه‌های روسیه نرخ پتنت را برای مهاجران باز هم بالاتر بردند. چند پیش شهنازه نادری معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت بنا به آمار رسمی خدمات مهاجرت تاجیکستان در 10 ماه سال 2021 از این جمهوری 321,353 نفر برای کار به روسیه سفر کردند، ولی این رقم از آمار رسمی روسیه خیلی فرق میکند. وزارت کارهای داخلی روسیه پیشتر خبر داد که در طی 9 ماه ینور سپتامبر سال 2021 در مقامات مهاجرت روسیه 2,025,712 شهروند تاجیکستان خود را ثبت نام کردند و از این شمار 1,597,481 نفر در سندهایشان نشان دادند که به روسیه محض به جستجوی کار آمدند. برای تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان پولهایی که مهاجرانش از روسیه میفرستند یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر عائله ها به شمار می رود.